اما وقتی که جرأتمند بشی حس میکنی که خودت رو پیدا کردی، آرامش درونی بیشتری احساس میکنی، احترام بیشتری دریافت میکنی، روابط قوی تری رو میسازی، چون دیگه لازم نیست که تظاهر بکنی. تا حالا شده خواسته باشی حرفت رو بزنی، ایدت رو، نظرت رو بگی، ولی بترسی که نکنه از حرفت ناراحت بشن، از تو بدشون بیاد یا با نظر و ایده ها مخالفت بکنن؟ آیا برات پیش اومده که یه موقعیت ناراحت کننده رو تحمل کنی فقط برای اینکه بحث نشه، یا نتونستی از حقت دفاع کنی فقط به خاطر اینکه دوست نداشتی دردسر ایجاد کنی؟ این حرفا خیلی برات آشناست، نه؟ این احساسات، این سکوت‌ها مشکلات هممون هستن که باهاشون دست و پنجه نرم می‌کنیم. فقط اینجا یک نکته طلایی وجود داره، یادگیری یک مهارت ارزشمندی به نام جرأتمندی که میتونه هممون رو نجات بده. تو این سری ویدیوها و همدیگه میریم سراغ موانع، باورهای اشتباه و ترس‌هایی که در وجودمون هستن و اجازه نمیدن که ابراز وجود کنیم، و در نهایت با همدیگه یاد میگیریم که چطور بر این ترس‌ها غلبه کنیم و جرأتمندانه زندگی کنیم. اگر تو هم میخوای صدای واقعی درونت رو بشنوی، با من همراه باش. سلام، من فرزانه لیل‌آبادی هستم، روانشناس و مربی رشد و توسعه فردی، و اینجا سکوی پرشه. ما توی این کانال بر روی رشد، موفقیت و توسعه فردی متمرکز هستیم که شما هم میتونید با سابسکرایب کردن این کانال با ما همراه باشید. جرأتمندی یک مهارت ارتباطی و رفتاریه که بین دو تا حالت افراطیه، پرخاشگری و منفعل بودن قرار میگیره. پرخاشگری یعنی که فرد فقط به خودش توجه داره و به دیگران آسیب میزنه، و منفعل بودن خودش رو نادیده میگیره و از حقش دفاع نمیکنه. فرد جرأتمند کسیه که نیازها، خواسته ها، احساساتش، باورها و عقایدش رو با احترام، با صداقت و با اعتماد به نفس بالا بیان میکنه، بدون اینکه به حقوق دیگران آسیبی بزنه و یا اجازه بده که کسی از اون سوء استفاده بکنه. ویژگی‌های فرد جرأتمند: مرز مشخصی با اطرافیانش داره و اجازه نمیده کسی به حریمش تجاوز کنه و از اون سوء استفاده بکنه. با احترام صحبت میکنه حتی اگر نظر مخالفی داشته باشه. احساسات خودش رو انکار نمیکنه و به احساسات دیگران هم توجه میکنه. بدون خشونت، قاطع و شفاف صحبت میکنه. میتونه بازخورد بده، بازخورد بگیره بدون اینکه دفاعی و پرخاشگر بشه. مثلا شخص منفعل میگه باشه هرچی که تو بگی. فرد پرخاشگر میگه نه مزخرفه، من باید تصمیم بگیرم. ولی فرد جرأتمند میگه من ترجیح میدم این کار رو به روش خودم انجام بدم. اگر مخالفتی هست خوشحال میشم بشنوم. چرا جرأتمندی مهمه؟ جرأتمندی پایه عزت نفس، آرامش روان و روابط سالمه. وقتی همیشه خودمون رو سانسور میکنیم، احساساتمون رو بیان نمیکنیم، این احساسات سرکوب شده در درون ما تبدیل میشن به خشم، ناامیدی و افسردگی، و ما همیشه این خودگویی ها رو با خودمون داریم. دوست داشتم این کار رو بکنم ولی بازم گفتم باشه. چرا من همیشه اینجوریم؟ اگر جرأتمند نباشیم نمیتونیم پیشرفت بکنیم. افرادی که جرأتمند نیستن نمیتونن نظر بدن، نمیتونن خواسته هاشون رو بیان کنن و حتی نمیتونن از حق خودشون دفاع کنن، در مسیر شغلشون، ارتباطاتشون و حتی زندگیشون به مشکل برمیخورن و نمیتونن پیشرفت کنن و به موفقیت برسن. اما وقتی که جرأتمند بشی حس میکنی که خودت رو پیدا کردی، آرامش درونی بیشتری احساس میکنی، احترام بیشتری دریافت میکنی، روابط قوی تری رو میسازی، چون دیگه لازم نیست که تظاهر بکنی. توی این ویدیو یاد گرفتیم که جرأتمندی چیه، فرد جرأتمند چه ویژگی هایی داره، جرأتمندی و پرخاشگری با همدیگه متفاوت هستن و اصلا چرا مهمه که جرأتمند باشی. و توی قسمت بعدی میریم سراغ موانعی که اجازه نمیدن که ما جرأتمندانه رفتار کنیم. توی کامنت ها برام بنویس آخرین باری که خواستی جرأتمندانه رفتار کنی، نه بگی ولی نتونستی و ترسیدی، کی بود و چه احساسی داشتی؟ مرسی که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید و امیدوارم مطالب این ویدیو براتون مفید و کاربردی بوده باشه.
مرسی از همراهیتون، مرسی از لایک ها و کامنت های با ارزشتون. راهتون رو با یکی از ویدیوهای پیشنهادی یوتیوب با ما ادامه بدید تا ویدیوی بعدی موفق و پرتلاش باشید.